در گوشه ای از شهر درویشی ساده زیست و بی‌ادعا زیر سایه درختی نشسته بود. نه نگران نان شب بود، نه در فکر جاه و مقام. دلش آرام بود چون قناعت رو آموخته بود. در همون لحظه کاروان سلطنتی از اونجا عبور میکرد. پادشاه سوار بر اسب با شکوه و جلال از کنار درویش گذشت. اما درویش حتی سر بلند نکرد، نه تعظیمی نه سلامی. پادشاه از این بی‌اعتنایی آشفته شد و با غرور گفت: این خرقه پوشان نه ادب میدونن نه قدر سلطنت رو. وزیر جلو رفت و با احترام گفت: ای مرد، سلطان زمین از کنار تو گذشت، چرا ادب نکردی؟ درویش آرام گفت: به سلطان بگو از کسی انتظار خدمت داشته باشه که از تو انتظار نعمت داره. من چیزی از اون نخواستم، پس چرا باید تعظیم کنم؟ وزیر جا خورد. پادشاه که این سخن رو شنید لحظه‌ای سکوت کرد. سپس از اسب پیاده شد و نزد درویش رفت و گفت: از من چیزی بخواه. درویش لبخند زد و گفت: من فقط این رو میخوام که دیگه مزاحم آرامشم نشوی. پادشاه خندید و گفت: پندی به من بده. درویش نگاهی به آسمان انداخت و گفت: اکنون که نعمت در دست توست قدر بدان که این دولت دست به دست میچرخد. در نهایت پادشاه رفت، اما اون روز درویش بود که سلطنت کرد.